مامان من چیپسو برام نه بر نداری چیپس دیگه. با سیب زمینی خونه درست میکنم سالم ترم هست. مامان خونه درست میکنی نرم میشن اینا ترد. یه ویدیو تو اینستاگرام دیدم ترد در میاد. تو در میاد. مامان من چیپسو برداشتم. مامان مامان من اینا رو برداشتم. با یه دایی قربونت برم بردار هر چی دوست داری بردار. کل این فروشگاه رو بردار. پاشو دیگه مدرسه دیر شد. مامان مریضم نمیتونم مدرسه. با این چیزا من گول نمیخورم. پاشو صبحانه‌تو بخور زود برو مدرسه دیرت میشه. وای مریضم. چرا نمیاد؟ مامان ها مریضم. خب پس میتونم نرم مدرسه؟ چه میدونم؟ میخوای بری برو. نمیخوای بری هم نرو. وای بچه وای دورت بگردم مریضی؟ نمیخواد بری مدرسه خب؟ بابات میبریم دکتر بعد از ظهر. الان من برم بعد سوپ درست کنم. قربونش برم بچه.